بعضی مردانی هستند که با یک کمبودی همسر نسبت به او بدبینی کرده تا مدتها با او قهری می کنند و با تندی و سختی رفتار می کنند. او را تحقیر و اهانت کرده با هر خیل سخنان قبیح دلش را می رنجانند. فقط با یک دو کمبودی که از جانب همسر می بینند او را اینقدر سخت جزا می دهند که حتی بعضی وقت او را از نعمت شوهر محروم کرده طلاق می دهند. البته چون این کار در شأن یک مرد مسلمان نمی زیبد و پستی و فرومایگی مرد را نشان می دهد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که دعوا می کنیم که پیرو او هستیم چون این رفتار نمی کردند. البته که زن به کمبودی نیست، ولی مرد باید بزرگی نشان دهد، زیرا مرد است و چطوره که خداوند از کمبودی های ما در می گذرد و ما را از نعمت هایش محروم نمی کند، ما نیز باید از کمبودی های همسر چشم پوشی کنیم و نسبت به او بدبینی و کینه نداشته باشیم. جوان مردان مسلمان، شما فقط به کمبودی های همسر نگاه نکنید، به خوبی هایش هم نظر کنید. البته که خوبی هایش خیلی زیاد هستند. تصور کنید اگر چنین بدبینی و بدرفتاری که با همسرت میکنی کسی دیگری با دختر یا خواهر شما کند، آیا برای شما پسند است؟ در حق زنان از الله بترسید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ مرد مؤمن نسبت به همسرش بدبینی نکند، زیرا اگر یک اخلاقش را نمیپسندد اخلاق دیگرش را میپسندد. روایت مسلم. یعنی شاید زن یک خصلت و اخلاق نادرست داشته باشد، ولی مرد باید به خصلت و اخلاق و کارهای خوبش هم نظر داشته باشد. یعنی حتما خصلت و اخلاق و کارهای خوبی هم دارد که از آن خوشت می آید. جوان مردان مسلمان، از همسرانتان شکایت نکنید. شاید این کار شما در پیشگاه خداوند ناشکری نعمت همسر شود و خداوند این نعمت را از شما بگیرد و در عوض همسری بدتر از آن نصیبتان شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.